سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه کار خیلی عالی که فکر میکنم لازم باشه یک بارم که شده آدم امتحان کنه. دلیلش هم اینه که ما طی روز، طی هفته ها، طی ماه ها غذاهای متنوع زیاد میخوریم و نمیدونیم که داخل روده های ما، داخل معده ما، داخل گوارش ما، داخل رگ‌های خونی ما چه میگذره. البته بنده پزشک نیستم و اگر چیزی هم اینجا میگم فکر میکنم فقط جهت اطلاعاتیه که دارم از کسایی که با تجربه هستن سوال میکنم و برای شما میگم و چیز بدی نیست. همه چی ناتور طبیعیه و چیز شیمیایی داخل اینا نیستش و فکر نمی کنم که برای بدن ضرری داشته باشه. امروز میخوام براتون یه معجونی رو درست کنم که خیلی 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 مهمه برای پاکسازی در واقع همون رگ‌های خونی و کلیه ها. یه گوجه برمی‌داریم، یه دونه لیمو میاریم، لیمو سبز، یه لیمو پوست میگیریم، به نظر من وقتی که میخواید لبو یا همون چغندر رو پوست بگیرید خورد کنید خیلی خوبه که از دستکش استفاده کنید چون رنگ میده و رنگش هم به این راحتی نمیره. خب در مرحله آخر از زنجبیل استفاده میکنیم که میدونید که یکی از بهترین چیزایی که میتونیم ما همیشه در همه جا استفاده کنیم. طبع این خیلی گرمه، اینه که هر کسی شاید اگر طبعشون خیلی گرم باشه شاید بهشون نسازه. خیلی مهمه که آدم بدونه که مزاجش
به چه صورته، آیا بهش میسازه نمیسازه. خب ما اینجا مخلوط کن رو داریم، اینا رو میریزیم داخل مخلوط کن به این صورت. حدود 300 میلی لیتر کافی آب، چون اگر بیشتر باشه خب میشه آب خالی، اون خواص خودشو ممکنه از دست بده. خب اینجا ما برمیداریم و اینو صافش میکنیم، چون مهمه که می‌بینید مثل آب انار میمونه، در واقع اون چغندره که داخل این آنتی اکسیدان بسیار بالایی هست. اینا وقتی با هم قاطی میشه و تاثیر بسیار زیادی هم